بیا آخر حسن، زودتر بیا حسن. بیا خانه دوستت را ماتم سرا میکنیم. خدایا تو مرا آفریدی و تو نیست شو نگویی هیچگاه نیست نخواهم شد. اما در این روز وزنین به من قوت ده خدایا. مرا بغیر از خودت به دستی کسی نده. این آرامی تو مرا میترساند فرهاد. یگان چیز بگو، چی اندیشه میکنی؟ تو اینجا بوده است گل؟ نفهمیدم چی تو اینجا بوده است؟ این کار باید باز ایستد. کسی باید کلیش رو باز دارد. اگر خونی کسی ریختنی باشد پس آن خونی من باید باشد. یا بسم الله. کاری به خودت زیبنده را کردی کلیچ. به مانند بیناموسان از قفا حمله کردی. گذار سلاحت را حسن. پیشتر آنهایی را که بین احمقی و جسارت ماندند قهرمان گویم هم می شود. تو هم یک قهرمان احمق هستی. عاقبت این کارت را خواهی دید. بله طوفان алкин. سراغه خونش لازم. یک چیز را باید رسانیم. سراغش خطا شده است. خوب می نویسم. یک لحظه می نویسم. تشکر زیاد. طوفان در اینجا نیست میخیل نه؟ او را دستگیر کرده نتوانستی. وگرنه مثل صالح کرد، مثل سرحد اویگر او را نیز قتل میکردی. خیر حسن جان، این کارها با کسی از روی نیت و کسی از روی قسمت تو این را نظم میدانی. با جای طوفان اکنون تو را به نزد آنها میفرستم. دیگر علاجی نیست. تو هم آهسته آهسته با عذاب می روی. تاکسی بلا زند. ایستا میرم. تو چی گفتن میخوای فرهاد؟ گپ زن. یگان چیز بگو آخر چرا فکر میکنی؟ یگید بودم به دلم زد گل. یگید سالها سایه کلیچ بود. درست قاتلی نکرد ولی به قاتلان مانع نشد. نتوانست. اکنون یگید نیست. من هستم. فرهاد هست.
بگذار پس از سالها کسی مرا یاد نکند، ولی من همچون فرهاد امروز به این کار خاتمه میبخشم. اما حسن جان، با جای آن که خواب رفته به راحت بمیری چرا میخیزی؟ مثل گرسنگان راست مردن میخواهی؟ خوب، من هم تو را راستا به قتل میرسانم. کیبر چنان چشمانت را گرفته از قلیچ، چنان شده که با چشمی کور شده حقیقت را دیدن نمیتوانی. اما با آسانی نمیشود، خم کنی قط نمیشود. اگر کندنی شوی ریشه‌اش را چقرتر جایگیر میکند و با سری بلند به پیشاد میبراید. باران خلیج، باران، چه خیل که جلدت سکین را پراندی، چه خیل که برای مواد مخدر ثروت خوش جان را کشتی. مرا نیست باران. تو اینها را از کجا میدانی لعنتی؟ تو تنها آنها را نکشتی. جا یا گندای ارجان تشکیران نعیم افسرانه که شهید کردی، بمانندی قربانی فروخته شده، بمانندی احمد کرگل. مرا پران کلیچ، بمانندی حمزه گونیال که سالها پیش قتل کردی. مرا نیز پران. حمزه گونیال حمزه گونیال بمیر. زودتر باش برادر، زودتر ران از برای خدا زودتر ران. یا بسم الله. فرهاد، انتظار شو. حقت رو حلال کن. تو هم گل، تو هم. بغیر از تو دیگر اله نیست خدایا. مرا به نزدت با رازیگی خود قبول نما. حسن، تا حال چرا جان میکنی؟ انسان بر این بمیر انسانوار. باز چرا انتظاری؟ شکلی اندامت را دیدن میخواهم خلیج. خوب،
پس به چشمانم خوب نگاه کن، چون که آدمانی را که پیش از تو کشتم به چشمانم نگاه کرده جان دادند و میدانی در چشمانم چی را دیدند؟ جهنم را. من در چشم تو تنها و تنها رزیلی را دیدم. خلج. پس به تو راهی سفید، حسنی گرگ. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. چرا این کار را کردی یگید؟ جناب حسن خوب هستید؟ خوبم پسرم، خوبم. تو از پس کارت شو. من به تو سوال دادم، چرا این کار را کردی؟ یگید نیست. فرهاد هست. تو چی سفسطه میگویی؟ عقلت را خورده ای مگر؟ یگید مرد کلیج دهم. من هستم. فرهاد هست. فرهاد گونیال. پدرش حمزه، مادرش شیرین. فرهاد گونیال. اجازت نمیدهد؟ کی؟ به چی اجازت نمیدهد؟ با اویله دار شدنم. بیاز، به من نگاه کن، به چشمانم نگاه کن. سالها من باریگران دهن رو بردوش داشتم، در زیر آن پایمال غرق شدم. هرگاه که خود را بروی او برآوردنی شدم، انسانگریم را از دست دادم. تو مرا به خود آوردی، تمامی دانسته هایم را فراموش کناندی، به مردنم مانع شدی، از دستم گرفته برداشتی. برای همین هیچگاه راه نمیدهم که این را از دست من بگیرد. من از دست دادن نمیخواهم، نه پدرم و نه دیگر کس نخواهد گرفت. از برای کسی تو را از دست نمیدهم. اینها هم حقیقت است. سخنهای راست میگویی سوش. البته حقیقت است. من به تو چیزی گویم، نه از زبان، از اینجا میگویم. بیاز، گوش کن. در روزهای نزدیک به تو نسب دهن را میدهم، اما من باور میکنم که هر دو یک جای این نسب را پایدار میکنیم. به فرزندانمان و نبیرگانمان نسبی میگذاریم که با غرور قبول کنند. باوری دارم، به تو وعده میدهم. تو اگر از من دست نکشی، تمام دنیا به من فشار آورد هم من از تو دست نمیکشم. حقای سواش، کرسی ها کم بوده است. باید از خواهخانه پایان بیاریم. فهمو، تو از پس کار شو، حل میکنم. خوب شده است.
апа чӣ шуд чаро ғамгинӣ тариқ ба худ ягон кори дигар пайдо кун чӣ маро меронед ин доимо фикри он бадбахт аст барои чӣ зебо ҳастам бо маҳорат ҳастам сири тиҷоратро медонам не тариқ касе туро нарондааст гузар бишин мешинам ба лоиҳаи ин сохтмони мо аз шаҳрдорӣ ҷавоби рад омадааст аслан ҳамааш дуруст буд барои чӣ рад карданд намефаҳмам ин хел бошад барои чӣ рад мекунанд таги коса нимкоса аст аниқкори даҳанҳо аст аяс мушкили зиёд дошт машғул шуда натавонист агар машғул шавад ҳам мо бо онҳо баробар шуда наметавонем апа ман барои кадом рӯз ҳастам ман ин корро ҳал мекунам сафсата нахон тариқ агар кор ҳал шуданӣ бошад ҳам туравӣ ҳал намешавад апаҷон шумо маро нашинохтаед ман ҷаноби тариқам ин корро ҳал мекунам тариқ ист гуфтам тариқ охир ин корҳое аст ки ту намефаҳмӣ апа ба зур кор ёфтам ба касе намедиҳам ин корро ҳал мекунам уф тариқ ман ба ту чӣ ҳам мегуфтам ҷаноби тариқ бигӯ охир از من دوست داشتم گرفتی ایاز اما به تو وعده میدهم از تو جان و جگرت خواهرت را میگیرم نه تو دروغ میگویی فرهاد این پولاد بود پولاد او مرد من با دستان خودم کشتم فرهاد او بود تو یگیت هستی اکا تو در حقیقت فرهاد هستی یعنی شما با من بازی کردید یلدیز برای حمایه تو تیر خورد یعنی اینقدر سالها تو به من دروغ گفتی یعنی با من بازی کردید نجوم از جای نجوم قلیچ با من برای چی تو تا حال نمیمیری گفتی کو انا برای همین برای دیدنی اندام تو اکی هستم در درونش از فرهاد همه چیز در درونش است جنایت هایش اعتراف هایش با آوازی خودش است او را یکسان کن فرهاد به زمین یکسان کن بی‌شرفان بی‌ناموس‌ها مکار و فریبگران وقتی حساب و کتاب آمد کلیش دهن آماده ای؟ گل اینجا بیا با تو وعده داده بودم که قصاص برادرت بلال را میگیرم قصاصش را
میگیرم گل. تو خواهر بلال هستی؟ بیایید همه‌تان به من یک تاگی تیر زنید. تو هم همه‌تان مرا بکشید. زودتر لعنتی ها. سراسیمه نشو کلیچ. تو با آسانی نمیمیری لعنتی. برای هر انسانی کشته جواب میگویی. گل تو و ایاز اکای حسن رو به بیمارخانه برید. تو چی؟ من با این لعنتی حساب کتاب میکنم بعدا میایم. بیا چرا ایستاده ای؟ مرا پران آخه. حالا کلیچ راه گرد. تو را به طوری سزاوار میکشم. فرهاد طاقت کنید. شما صحت میشوید. طاقت کنید. نیتی من قهرمان شدن نبود. اگر اکاد بر این دل قهرمانانه می داشتم با کلیچ مانع من با کلیچ مانع می شدم. اکای حسن اپی گل او میمیرد. التماس اپا زودتر آنید. التماس زودتر آنید. اکای حسن تو برید. التماس تو برید. فرهاد من یک چیز را نفهمیدم. یلدیز را چی خیلی راضی کننده چگونه او را تهدید کردید که او باعث مرگ نزدیکترین آدمم پولاد شد؟ این کار را مانع تو کردی. او روی اصلی تو را دید. لعنتی او به خاطر تو تیر خورد. به خاطر حمایه تو مرا فهمیدی. اکنون به من بگو او را چه خیلی راضی کردید؟ با او چه گفتید؟ گفتم که من کاری نکردم. خیلی رحمدل است مثل مادرش. رحمدلی بزرگترین دشمن انسان است. تو نقطه ضعف او را یافتی. از رحمدلیش سوء استفاده کردی. همین طور نه؟ نه کلیج دهم. اگر در دلت ذره رحم باشد، اگر خود را به شیطان هم فروخته باشی، لازم آید از راحت برمیگردی. با یلدیز همین حادثه روی داد. اکنون دمت رو گیر و گاز رو زیر کن. زود. زود باشید با کمک مشتابت. زود. بیایید. زودتر باشید. طاقت کنید. کمی دیگر طاقت کنید. بردارید. رفته. اکا طاقت کنید. اکا طاقت کنید. در همین جاییست. ایست گفتم. فهمیدم. فرا از ماشین. همینجاست.
راه گرد. یعنی که در میان جنگل است سینه امان تیر میخوریم ها فرهاد؟ این البته اسلوب خود من است. زود از من نسخه برداری کردی. ولی اینقدر سالها ما با هم دیگر نان و نمک خور شده ایم. باید به قبر هم یک جای رویم. در این زمین ها مثل تو افلاس ها نه، بلکه شهیدان خوابند. اما نه در این کشور نه در عالم زمینی نیست که جسد تو را قبول کند کلیجدهان. موشها، لاشخوران هم به جسد تو نزدیک نمی شوند. تو تنها تومه شغال ها می شوی. چه خیلی گزیستی همون خیل می میری. به هیچ کم بودی، به هیچ زیادتی. چه خیلی که سزاواری. گذر اینجا شین. گذر. به طاقت هستی ها؟ مادامی که اینقدر به طاقت هستی، اینقدر آدمان را کشتم، چرا مانع نشدی؟ چرا گمزن؟ اینقدر جان ستانیدم، امکانیتی زیاد داشته که قصاص پدرت را بگیری، چرا مانع نشدی؟ میتوانستی مرا باز داری، چرا باز نداشتی؟ این کار را میکنم. صبر کن، چون که در دستم این است. من همراه جسدی تو تشکیلات خونینت رو هم میگرانم. با حجت های در دست داشتم جیتم رو نصف میکنم. همچون قهرمان نمیمیری، تو صاحب قبر هم نمیشوی. چگونه حجت؟ چی سفسطه ها میگویی؟ این حجتی تمام قتل عامهایی کرده اتان است. تمام کشتارهایی که تو در خاطر داری یا نداری در اینجا هست. خوب، فرض کردیم که مرا کشتی، لیکن بعد من دیگری نمی آید. آنه که بعد من می آید عیناً مثل خودم خواهد بود. نمیفهمی؟ پوستت را می کند، تو را زنده نمی گذارد و اشکی چشمانت نگاه نمی کند، تو را حتما می کشد. پروای ندارم. من اینقدر سال زیستم، معنی حیات را فهمیدم. من برای این کشور، برای این خلق راضیم که یک بار نه صدها بار بمیرم. در کرخ، در یک دهه، در بوی شوربایی که در آشخانه می جوشد، در نزد تفدانی، خانه در ایلزیق بوده، کودکان مردانوار ازمیر که بازی می کنند، در دیاربکیر آدمانی که در حلقه رقص هستند، پدران و آیله هایی که کشتن توانستی با دعای آنها بدنم را می شویند کلیجدهان. من برای همین با 1000 مراتب جان دادن راضی هستم. اما مرا رها کن بروم. مرا نکش. وقتی که کس به این محیط وارد می شود دیگران را مجبور می کند که کارهایی نمیخواستنشان را بکنند. من هم علاج دیگر نداشتم. رها کن روم. این کشور را ترک می کنم. دیگر نامم را هم نمی شنوی. نمی شود. موش از دزدیش کژدم باشد از نیشزنی خودداری نخواهد کرد. تو چنان خطرناک هستی که برای کشتن فرصتی رو انتظار هستی. از کشتن ذوق میبری، ولی همه‌اش تمام شد. این دفعه تو مزه مرگ رو میچشی. میبینم که از این ذوق میبری. تمام. انتظار شو. نپران گوش کن. پول خواهی پول، منصب خواهی منصب، نیرو خواهی نیرو میدیم. همه‌اش را گیر. اما مرا نکش. گوش کن. کسی به تو ضرر رسانده نمیتواند. کسی به تو چیزی گفته نمیتواند. چه خیلی خواهی اسب میتوانی؟ راضی هستی؟ میترسی ها کلیجدهان؟ نترس، بلرز.
این نفس آخرانت می شود. مرا گوش کن. این طور باشد پران. چرا انتظاری؟ پران بکش آخر. بکش. من قلیش دهنم. تو برین یک پلیدی ناکس مرا میکشته است و افتی خنوکت نگاه میکنم. پران پران. بمیر. акаи ҳасан, ҷаноби духтур, аҳволаш чӣ хел аст? аҳволаш вазн, бояд зуд ҷарроҳӣ кунем. ҳасан чӣ ҳол дорад? ӯ зинда аст. ба ҳуҷраи ҷарроҳӣ бурданд. наҷот меёбад? духтурҳо ягон чиз гуфтанд? намедонам ҷаноби таҳсин, ман чизеро намедонам. писарам чӣ шуд? дар вақташ рафта натавонистед? акам ва апаи гул рафта расиданд, аммо қилич кайҳо акаи ҳасанро парондааст. баъд чӣ аяз? фарҳод куҷост? баъд акам қиличро паронд. акам ва апаи гул фош шуданд. чӣ? تو کیستی؟ کسی که باشی از آنجا برا. شما مرا سایه میگویید اما خطا میکنید. من شخصی هستم که برای روشنی و آینده نیک مبارزه میبرم. این سایه است. برای چی به من مانع شدی؟ برای چی؟ کلیش دهن به ماشین سوار شده از اینجا رفت. نه 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 با این راه نمیدی همسایه. کلیچ 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 باز با میخوریم. زودتر. سویا چرا این کارو کردی؟ چرا؟ چه شد؟ چه شد لعنتی؟ گمان کردی که من را میکشی؟ به تو کشتن را من یاد دادم لعنتی من. алё ака маро мешунавӣ? ака маро мешунавӣ? ман аяз ҳастам. кадом ака? кадом ака абла? дигар акам нест, маро хуб гӯш кун. мен бад насаби ҳар касе ки гунёл бошад ӯро низ мекунам. фаҳмидӣ? барои куштани шумо омада истодам, барои гирифтани ҷонатон. номумкин аст. акаи фарҳод. برای چی سویا؟ برای چی؟
آن آدم حیاتی مرا دزدید. حالا خونی شهیدان خشک نشده است. وطنم ملتم را غرق خون کرد. برای چی به من مانع شده؟ برای چی به زنده ماندنش راه دادی؟ تو کیستی سایه؟ طرفدار کی هستی؟ یا اینکه آن پس صفت ها تو را نیز خریده گرفتند؟ زود گپ زن. گپ زن. تو را از پشتت کار نزدم. بگو. بگو. زود بگو. من دوباره این آدمان را با بالای سرم برداشته می‌کردم فرهاد. تو را بسیار خوب می‌فهمم. خواستی که قصدت را بگیری. لیکن اگر کلیش بمیرد نه آرکچی و نه اژدر را نیست کرده نمی‌توانی. دردت را گور کن فرهاد و دلت گور کن. در جنگی چنککلی بمانند محمودی که خبری شهیدی 3 برادران را می‌گیرد و دلت گور کن. برای خاطر مادرانی که قبر فرزندان شهیدشان را نمیدانند گور کن. آتش درونت را خاموش کن. وقتش آید آن آتش را من برای تو می‌افروزم. صبر کن. صبر کن. چی شده است؟ تینجی است؟ به حکم زنگ زدم. تلفن رو قلیش برداشت. تو چی ها میگوی ایاز؟ فرهاد کجاست؟ قلیچ اکنون فرهاد نیست گفت. نوبتی ما بوده است. شاید حالا قلیچ شما را میجوید. همتان زود به خانه من روید جوانها. در آنجا کسی شما را یافته نمیتواند. فرهاد نه، من تا فرهاد رو پیدا نکنم به یگان جایی نمیروم. فرهاد به خانه برمیگردد. ایاز رفتیم، باید زود رویم. رفتیم. ظفر مرا با دقت گوش کن. ما فریب کلان خوردیم. ظفر آدمان رو جمع کن. جناب من خبری مهمتر دارم. من چی میگویم و تو چی میگویی؟ چی خیر خبر؟ ما فریب خوردیم میگویم، تو درباره کدام خبر میگویی؟ آدمان رو جمع کن. از پسمان خنجر زدند. ما را مثل کودک بازی داراندند. مرا گوش کنید قماندان، بسیار مهم است. چی گپ است ظفر؟ بگو زودتر. فکر کردم که دانستن میخواهید. یلدیز کمی پیش مرد. سکته دل شد. دلش باز ایستاد. دکترها 20 دقیقه کوشش کردند اما بیفایده بود. قماندان مرا میشنوید؟ نرس. بیرون برو. اما جناب بیرون برو. اما تو به من وعده ده. دخترم را خوب نگاه میکنی. ببین او دختری تو از کلیچ. او دختری توست. دختری تو. خوب دفنه، وعده میدیم. دخترم یلدیز
برایت نگاه کردن نمیتوانم. نگاه کردن نمیتوانم. مرا ببخش. با قول دادم وفا نکردم. تو را صاحبی کردن نتوانستم دخترم. با وعده‌ای به مادرت دادم وفا کردن نتوانستم. یلدیز دخترم. نه فرهاد با گناه تو دختری من مرد. تو برای آن لعنت جانت را فدا کرده. برای آن سخت شده مرده. من باشم او را میکشم. یلدیز دخترم، مرا خوب گوش کن. تا آن لعنتی را یافته نکشم تو را به خاک نمی سپارم دخترم. دنیا را می سوزانم و او را پیدا می کنم. وعده می دهم. وعده. جناب خیلی افسوس میخورم. گفتم را کردی ظفر. حکم پرون را برآوردی؟ بله جناب برآوردم. خب خانه ایاز را معین کن. آدمان را جمع کنید به راه میبرم. قماندان همه چیز تیار است. همه آماده است. اما باز چه خیلی اما ظفر؟ جناب یگیت یعنی یگیتی ما بارها مرا نجات داده است. با شکنجه زیادی چکلک نظر نکرده شما را نفروخت. گل را گفتنی باشد. تو خودت میدانی که چی ها میگویی ظفر؟ آنها دختری مرا کشتند. جگری مرا از من را بودند. دخترم را کشتند. تو میدانی که چی ها میگویی ظفر؟ تا من هم جان آنها را نستانم آرام نمیشوم ظفر. وقتی که من آرام نیستم تو هم آرام نیستی ظفر. فهمیدی؟ فهمیدم جناب. عجایب. چشمانت را کشا. خوب به اطراف نگاه کن. برای پراندن امر دادند. امر پراندن را کی داده است؟ دادستان داده است. نیاکا از بالاتر امر شده است. آخر بفهم غیر رسمی است. غیر رسمی؟ برای سرش مکافات میدهند. کسی که یکم بکشد 1 ستاره علاوه خواهد شد. گفت رهبر سلجوق. نام آنها چی بوده است؟ یکی یگیت خان، دیگری گل کرکمز است. گناهشان چی باشد؟ خیانت به وطن گفتند. تنها همین را میدانم. برادر ساعت چند است؟ ای با تو میگویم ساعت چند است پرسیدم. این آدم شوپناک است. نمیشنوی؟ ایستو میگویم. نمی ایستد. ای ایستو. گوش کن. ایستو گفتم وگرنه میپرانم. خفا گرد. خفا گرد. با تو گرد گفتم. این همان است.